بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت تمامی بینندگان عزیز، هما انوری هستم و مسئول و دارنده جواز آکادمی زبان انگلیسی و کامپیوتر فلای. بنده با وجود مشکلات عدیده‌ای که وجود داشت باز هم تمام تلاش خود کردم که بتونم برای خانم‌ها، برای دختر خانم‌هایی که از مکتب باز ماندن یک مکان تعلیمی و آموزشی درستی ایجاد بکنیم که شامل کلاس‌های قرآن شریف، کلاس‌های زبان انگلیسی و کلاس‌های کامپیوتر هست. و لازم است که بگویم که در این راه هیچ مؤسسه یا هیچ نهاد دیگری من همکاری نکرده و این صرفاً همون ابتکار و خلاقیت خود من بوده که تلاش کردم بر علاوه از این که خودم دست به یک کار درست و انسان دوستانه بزنم، دختر خانم هایی هم که از مکتب باز ماندن برای اونا هم یک فرصتی باشه به خاطر تعلیم و تعلم و تلاش بشه که بر اونها یک زحمتی کشیده بشه، چون دختر خانم های ما نیاز دارن به همکاری بزرگترها، به همکاری کسایی که حداقل یک دوره از تحصیل گذراندن و این هم وظیفه انسانی من بود که بتونم بر هموطنهای خود خوب برای دختر خانم ها یک مرکزی رو ایجاد بکنیم که اونها بتونن که حداقل از این راه به یک شکلی از محدودیت هایی که ایجاد شده حداقل یک فرصتی برای اونها ایجاد بشه به خاطر یادگیری بهتر و به خاطر داشتن حداقل آینده روشن‌تر نسبت به چیزی که فعلا وجود داره. در ارتباط با کیفیت کلاس ها باید بگیم که تمام تلاش مایی هست بتانیم به شکل درستی و با کیفیت درستی به شاگردان تدریس کنیم و با در نظر داشت تجهیزاتی که داریم تلاش میکنیم شاگرد در هر صنفی جابجا کنیم. به طور مثال ما در کلاس کامپیوتر فقط 8 پایه کامپیوتر داریم، بنابراین بین 8 تا 10 نفر بیشتر در یک صنف کامپیوتر جذب نمی کنیم به خاطر کیفیت بهتر هست و با سرمایه‌ای که ما داشتیم تونستیم همین تجهیزات برای شاگردای عزیز ایجاد بکنیم و خاص مایی هست که در زمینه ارگان‌های دولتی، مؤسسات توجه داشته باشن، چون هرچی امکانات بیشتر باشه شاگردای بیشتری میتونه جذب بشه و این برای دختر خانم ها هم خیلی فرصت خوبیه که در اول تمام انگیزه و تلاش من هم همین بود که یک مکان درستی و یک مکان معیاری با کیفیت خیلی خوبی برای دختر خانم ها ایجاد بشه تا اونا بتونن با وجود محدودیت هایی که هست حداقل از این امکانات استفاده بکنن و برای از اونا یک در این حال که یک سرگرمی خوب میشه اونا بتونن که از تعلیم و تعلم حداقل در بعضی رشته ها به جا نمانن و بتونن که حداقل آینده بهتری براشون تضمین بشن. چطور بتونیم داخل یک کامپیوتر چند تا اکانت بسازیم یا چند تا اکانت داشته باشیم. این زمانیه که ما یک کامپیوتر به صورت شریکی استفاده میکنیم و نیازه که بر علاوه یک دانه اکانت هر شخصی برای خودش یک اکانت. این اکادمی که فعلا آغاز شده هست اگرچه همو پایلیسی امارت اسلامی و ملوانیش با یک کدام مکاتبی که آمده برای ما در رابطه با اوناس تعلیم اوناس را از صنف 6 به بالا معطل قرار داده، اما فکر کنم که این موضوع فقط به خاطر اختلاط است، اختلاط ذکور ما است، چون مدارس تعلیمات اسلامی اگر رسمی هست اگر خصوصی هست اونا فعلا از صنف اول تا صنف 14 فعالیت دارن اوناسش، البته تمامش به شرایط اسلامی هست. اگر یک جای تعلیمی اوناس با شرایط دین مقدس اسلام و با همو لوائح و قوانین کشور و دولت برابر باشه که استاد اوناس باشه و حجاب کامل رعایت بشه و اختلاط نباشه، به نظر من که خوب هست. یکی ما او را رد بکنیم نه بلکه میگم خوب هست و ما موافق هستم که هر مرد و زنی جامعه افغانی ما مسلح به تعلیم دینی و عصری باشه. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.